میتونین که همین ناو را با دیگه برادرو روان کنین، لایک مونین و کامنت بنویسونین. همین خودش یک یوتیوب همین را میخواه که شما به همین ناو را پهن کنه. وقتی که پهن کشید انشالله با هم را خدا هست. شوی را بیدیم این جایی را بینید. الله شویده دیگه نمیدونم برادرو چی سرش خیلی میگاد. اما سلیمانی که مثلا 2 میلیون چند دلار جمع کرده است الحمدلله مثل همه خیلی کلا را تمام بچه‌های اینجا کارشون بچه‌های وان جان برادرو خیلی بسیارن میتونه یک بار خبر بگیره از اول مثلا میبینیم خیلی الحمدلله بچه‌های خودم هستن یا از اول اکا خبر بگیره بچه‌های خودمونای یک کمی باشه یا دستگیری کسی خواهش میکنم یا بسیار نشوه کلمه نمیتونه در حق پدر در هم کامنتار دعا کنه در حق بچه‌ها دعا کنه در حق همین اقلا در هم واتساپ ایموها تو پادیدی سرچ کنه یا بیاگان برادرای پدر است خیر بو یک سوم دستون کمک کنه ان شاء الله همین هم خیر میشه ان شاء الله. او دفعه بسیار نکنیم کارتا اکا خود شای رقمون خودشون هم برادرو میتونه در این طرفی بالاش خا نگید چه ژلزدارو نمیشه. سلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. برادرای عزیز، نمیگ دودرچمون توی 9 سال میشوه همین سیتواسیا داره. بیمار است. همیرا برای معالجه کردن تفاوتش مبلغ در کار شدگی که برادرای عزیز باید که همیرا برند ایشون متن هرچند که معلومه شفا از جانب پروردگار برادرای عزیز میشوه نمیشوه باید که در دل پدر چیزی هست باید که ببینه که اشتو همین میشوه یا که نمیشوه. برای برادرای عزیز برای هم دودرچه کمی مبلغ در کار شدگی که باید که همیرا یک ببینن که چیکار کردن در کار چیکار کردن در کار نیست. اوزه میفهمونه اکامون که مقصد چی کساله همه طرفا میفهمونه. کجا گپ میزنی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز و گرامی بینندگان محترم، اولا ما میناداری خود را برای دستگیری های بینهایت بسیار شما بیان میکنیم. خداوند مهربان شما را همه حالت نگهبان باشد. اول آخر پروردگار مهربان و بعد از آن برادرای محترم دستگیری های بینیاز شما به اندازه بسیار شما هستند. برادرای محترم الله مهربان در قرآن میفرماید که استعیذ بالله کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام. الله مهربان میگه بندگان من هر چی که در این دور دنیاست و فنا شونده است، مال شما، اموال ما، خانه و در ما و شما همه چیز از دنیا فنا میشه و فقط پروردگار ذات پاک باقی ماننده است، فنا نشونده است. و همین خاطر برادران عزیز خب همون چیزی که در دست ما است برای آخرتمان، توشه آخرتمان، این برادر ما اومدیم این طفلک دیدیم. البته باور کن وقتی که از پیش میبینی جگرت پاره میشود. همین پدرم باور کنین یک درد دلش بیدار کرد که مقصد در بالای مقصد شبکه‌های اجتماعی برآمدن و مراجعت به ما و شما، به کمک ما و شما مراجعت کردن، به کمک ما و شما نیاز دارم. برادران محترم، از همتون احترامانه خواهش میکنم به خاطر خدا، به خاطر روز قیامت، به خاطر ذخیره روز قیامتون، هر کس قدرت بر توانایی یگان چیزی که به خاطر الله برای مقصد تبابت این طفلک انشاءالله سهم خودتون بگذارید. خداوند از هر یک قدم شما راضی باشد. الله مهربان هر یک احسانی که میکنید در نامه اعمال یکایی که شما نوشته بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه. اول آخرش پروردگار و شما هستی که چقدر سبب میشه کمک میکنه معیوبا را، دردمندها را راه میسازه، آب میاره. این هم الحمدلله از مسلمانی و جوانمردی خلق مسلمان و سربلند تاجیکستان است که همه وقت ما سرجم هستیم. راستیش یکا خیلی شد مراجعت کرده بود. خیلی ما امروز پگاه همین خیلی خلاصه با روز شید آمدیم. همین خشب فهمی که الله شاید هر کس باید همی در پوست خودش حس کنه. هر یک کدوم یک فرزند تا سه تا 500 داریم الحمدلله. یک فرزند یک جوش در میکنه برای آنالگین ادمیدرول یا جداویدن. ببینید چقدر مشکلی میکنه. میتونی فرزند ای میگن که تو فرزند نیابی به قدر مادر نمیرسی.
همین پدرم خیلی زور شماد که مقصد بالای اکرام برماد، یعنی که طولی 9 ساله الحمدلله چی هستی دارم چی مقصد سختی در زندگی شو امو دولوگی داشتن الحمدلله صبر کردن، خیلی مراجعت کردن نبوه لنگری قول محمد خودمون اومدیم به همین جرا. ما که ملتچی نیستیم الحمدلله مسلمانیم، خصوصا تاجیکستان. اما در این شهر غربی بعضی برادران میگه که بیزار کرده همین مهاجران را، بیزار کرده همین آدمان. نه، یعنی که همون مهاجری که خیرکار یا که هم برادری خیرکار ای تاجیکستان یا کدوم دولت بوده در کارتوی همین پدر یا که مادرایی که ما میمونیم، مقصد از این است که این وعده خداوند میگه یک بچی 10 میتیم. الحمدلله شاید هم خیرا باشن که با الحمدلله یک طرف میگه پروردگار میتی از سلامتی میتی یک گپایکو راحتی روبی و ممکن صدقه را دی بالا صدقه و خیر شما دوستان میگم. اصلا سوال طول چند سال شده میتره؟ 9 سال. 7 سالش فقط درس. این کلاش خبیده نمیتونه دوستان عزیز که تا خودش بگیم بخپاش چی میگن کانکاری کنن فقط همین سر میره میخواد که خیلی وزمینه با یارم باید همین هر یک پدر مادر داره آرزو که باید جوهایی که برانشو پلاد نیو یعنی که خوب کنن متاسفانه شرایط نیست. همین کارتا همین پدر خودش رقم پدر خودش بدن نکو ما ملت نیستیم ملتچی نیستیم برادر الحمدلله تاجیک مسلمانای بچه‌های میجوب تکاستون بچه‌های وان جان برادرو خیلی بسیارن میتونه یک بار خبر بگیره حتی اکا از اولش مقصد میبینیم خیلی الحمدلله بچه‌های حضورم هستن یا از اولش اکا خبر بگیره بچه‌های خودمونای یک کمی باشه یک دستگیری یک کلمه خواهش میکنم یا بسیار نشوه کلمه نمیتونه در حق پدر در هم کامنتار دعا کنه در حق بچه‌ها دعا کنه در حق همین اقلا در هم واتساپ ایموها تو پادیدی سرچ کنه یا بیاگون برادرای پدر است خیر بگو یک سوم دستون کمک کنه ان شاء الله همین هم خیر میشه ان شاء الله. گپا بسیار نکنیم کارتا اکا خود شای رقمون خود شونن برادرو میتونه در همین طرفی بالاش خا نگجویت چه ژلزداروژ همینجا بیه ان شاء الله از نزدیک ببینه رقمو موندگی خیر خداوند صبرت یا کجان ان شاء الله کمک میکنه به اول انگاری اگه نسخن داشته باشه خودت گاو ان شاء الله. ما با خدا برادرو دیگه هیچ گفتن ما نمیدونم همه اما کم پیش برم خشوگم بچه شونته ساعت 11 شب یکی نمیجا خشوگم شونته خوشوی را بینی میجوی را بینید الله شایده دیگه نمیدونم برادرو چی سرش خیلی میگات. اما سلیمانی که مقصد 2 میلیون چند دلار جمع کرده است الحمدلله مثل همه خیلی کلا را تماما قبیدن فقط با سر اسم غلطه خیلی وزمینه با مادرش هم که در این سین سال ای خودش بگیم چند ساله شده اکا 9 ساله ای خیلی وزمینه برداشتن بیچاره اکا خودش میرای قاق پول استاپ که جو کار میکنه با میاد بوده که اوچ پاس میکنه مادرش یه اوچ پاس کنه نمیتونه مقصد باید یه اوچ به هم خاطر خیلی در دل پدر مادر باید چی کنه یک بالنسه برا یک جایی که نشون که بهتر با بهتر. برادر عزیز دلبده سوار که حج اکبر است از همتون احترامونه خواهش کدومه که قوت مالی یعنی پولی قوت مقصد قدرت توانایی با کمک کردن ندارین احترامونه خواهش میکنم گپای بلافایده در کامنت ننویسین بلکه در همون کامنت هم باشن یک دعای خیر در حق من فرزند که خدایا شفای کامل عاجل عطا بفرماید. از همتون احترامونه خواهش میکنیم چی طریق دعا باشه چی طریق کمک باشه برادرای عزیز یک طرفه نشینین التماس گفتم اون گپا که سهم خطونه بگذارین. تو خدا کنه ان شاء الله. نحمده و نصلی علی سید الکریم پروردگار اولا تمام بیمارای اسلام شفای کامل خصوصا بیمارای ملت تاجیک را چی در تاجیکستان هستند چی غیر تاجیکستان هستند خداوند تمام بیماران را شفای کامل دردمندان را دوا بیماران را شفا خداوند مهربان زیر لطف و لقا و رحمت خود نگاه دار و بالحق انزلناه و بالحق نزل و اذا مرضت فهو یشفین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادرای عزیز برادرایی که کلامی که زورتون نمیرسه ما یکم چی نداریم برادرای عزیز میتونیم که همین نوا را با دیگه برادرها روان کنین لایک مونین و کامنت بنویسونین همین خودش یک یوتیوب همین را میخواه که شما به همین نوا را پهن کنه وقتی که پهن کشید انشالله با همراه خدا هستم برادرایی که دستگیری میکنن انشالله.
خداوند همه تا نگهبان باشه. السلام علیکم.